ملکوت آسمان مثل دانه خردل است که کسی آن را گرفته در کیشزار خود کاشته است. و مثل دیگری برای آنها آورده گفت: ملکوت آسمان مانند کسی است که در کیشزار خود تخم نیکو کاشته است. لیکن وقتی که مردم در خواب بودند، دشمن وی آمده در میان گندم مستک پاشید و رفت. چون کیشزار سبزید و ثمرش به نظر نمایان شد، مستک هم پیدا شد. غلامان صاحب کیشزار آمده گفتند: ای آقا، آیا در کیشزار خود تخم نیکو نکاشته ای؟ پس مستک از کجا پیدا شد؟ وی به آنها گفت: این کار دشمن است. غلامان به وی گفتند: آیا میخواهی برویم و آن را چیده گیریم؟ وی گفت: نه، مبادا در وقت چیده گرفتن مستک گندم را هم از ریشه بکنیم. بگذارید که تا وقت درو هر دو با هم نمو کند. و در موسم درو به دروگران خواهم گفت: اول مستک را چیده گیرید و برای سوزاندن بند کنید، لیکن گندم را در انبار من ذخیره کنید.